تماشابینان عزیز، امروز 10 مارس 2021 و ما باشد 22 گرادوس خنک. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه ایشمان صحت سلامت هستین. در امروزه نوار ما سر می شود از همین گوشتا. گوسفند کشته بودیم. من اینها رو مایده کرده در پکت گرفتم. در اینجا کالا پاچه تازه کرده هستم دوستانم. انا کالاش رو هم نیمش رو تازه کردم. انا همه‌اش رو تازه کردم. در اینجا بی‌حد آسان تازه شد. مایده کردم. اکنون با نمک میشویم. آبش رو خلدیس میکنم. کودکای من شوهرم بی‌حد خلدیس رو دوست میدارن. اکنون تازه میشویم. اکنون همش رو در دیگ میاندازم. کمتر خف کرد خفوش میگیرم. کمتر گوشت میاندازم برای خلدیس شدن. سبزی، کارتشکه، پیاز، نخود، پمیدور، لالای لیز. همش رو در دیگ میاندازم. یک دام قرنفل انداختم. لالای لیز، پیاز، کارتشکه، سبزی، نخود، باقی مانده رو همش رو میاندازم. در اینجا چسناک مایده کرده، نمک، پرپراوه، زیره، مرچ، همش رو اکنون به دیگ میاندازم. اکنون علابش رو پست میکنیم تا که سخت نجوشد دوستان. نگفته نماند دوستان عزیز، رحمت که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. لایک، کامنت، تره می نویسید. از هر یک شما منت دارم. چی فکرهایی که دارید مرحمت در کامنتری نویسید، حتما جواب میگردانم. در اینجا خواستم جگر و دل را زیر بانم. پیاز انداختم. نکنم دل و جگر را مایده ریزه کردم.
مشروم زیربنا. انا تیار شد دوستان. کمتر در بالایش پیاز میده کردم. انا کالا پوچه‌های ما هم تیار شد دوستان. انا اکنون میده ریزه میکنم. مثل شون که خیلی که میبینین با رسیدن دست تیت میشه دوستان. خواستم با همین ادنه رزی رو بردارم شه. سبزی رو ریزه کردم. تخم بیدانه رو میده ریزه کردم. این پوچه های گسبم می باشد. اینها رو هم میده کردم. در بالایش گوشت رو میده کرده انداختم. اکنون در بالایش آبش رو می اندازم. خواستم برای خوشبویتر شدنش میتنی لیست ما اندازم. اکنون در خلدنیگ میمانم دوستان. 2 ساعت شد. نه یک شب استاد خلدیسای ما هم تیار شدن. اکنون میده میکنم. رحمت که تا آخر ویدیو با ما بودید دوستان. باقی در امان الله باشید. خداوند یار و مددگارتان.